رحیموف در مقابل او قرار بگیرد. فعلا تیمور رحیموف دوستان عزیز با جداگی کبود از سمت راست تصویرهای ما است. ورزشگر 23 ساله تاجیک در مقابل یراسیل کاژیبایف ورزشگر 26 ساله. اگر همون غرور و متانت و اون جسارتی که در ماسترز تیمور نشان داد با پای برجا باشد، امیدوارم در مقابل این نیز غالب میشود. چنگ اول یا همون کمیکات مقبول رو گرفت تیمور. بله باید حرکت کند، اصول اجرا کند، چون که کمیکات بله باز همون اصول بالا و حرکت کند، یک اوچیمات یا تایتوشی را اجرا کند. کمیکات بالا با شکر محمد بسیار موفقیت سریع آورد. اکنون ببینیم و تیمور باید نایستد، چون که کار کند، ایستاده ممکن نیست برای هر دو ورزشگر، چون موقع دارد علاقه باید اجرا کند. بله هر دو در همون کمیکات و این موقعیت بر جانب ورزشگر قزاقستان گذشت. اکنون تیمور رحیموف دفاع میکند. باید سر نگذارد تیمور رحیموف، چون که سر گذاشتن ممکن نیست. باید حرکت کند، اصول اجرا کند، چون که امکانیت داشتن در کار نیست با ورزشگری قزاق. از جهت قد و بست تیمور فرقیت دارد. تیمور باید همون طرف خود قپد، چون که ورزشگر قزاق هم همون کمیکات بالا را بسیارتر دوست می دارد و تیمور باید کوشش کند حرکت اجرا کند. کمیکات بالا یکی از همون گویم جنبه های بسیار مقبول است برای ورزش. و اکنون موقعیت برای یک اوچیمات زیبا تیمور رحیموف، ولی زیدی حمله هیچ ثمری هم نآورد از سوی ورزشگر قزاقستانی. این عملکرد تیمور رحیموف خوب بود. باز باید کوشش کنند همون کمیکات بالا را قپد و ایستادن در کار نیست، چون که ورزشگر قزاق هم در همون طرفی که تیمور رحیموف کار میکند به همون سمت ورزشگرانی که یک طرفشون یا همون طرفی دوست داشتهشون و یک زیدی حمله زیبا را ببینید چگونه اجرا کرد. همون حمله که استفاده بر ضد حمله حریف از یک روش بسیار جذاب. ببینید اینجا میخواست ورزشگر قزاق اوچیمات را استفاده کند و اینجا تیمور و پر اوچیمات. ببینید چگونه با تکنیکای دستان اینجا با همون توازت یک پیروزی دیگر، توازت پیروزی دویوم ورزشگران تاجیک مبارک باشد امروز در روز پایانی. هاگ اشتفان اون ورزشگری که آشنا هست در دور دویوم رقابت میکند.